ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است دستگیر کرده شد. گمان شونده 23 فوریه سال 2024 تخمینا ساعت 15:00 تحت استفاده زوروری به خانه استقامتی زن 54 ساله ساکن شهر دوشنبه در اومده با روی آشکارا جواهرات گوناگون طلایی‌اش را که ارزش عمومیشان 180,000 سومونی را تشکیل می‌دهند تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. نسبت گمان شونده پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه خراسان عریضه مرد 62 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که شب 12 به 13 ایول سال 2024 تخمیناً ساعت 00:30 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی از زمین‌های چراگاه نزد دهه کوهدامن ناحیه عینی نوسر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانده شده 75,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 23 و 24 ساله ساکنان همین ناحیه دستگیر کرده شدند. این چنین گمان بر شوندگان شب 13 و 14 ایول سال 2024 تخمیناً ساعت 01:00 به طریق پنهانی از زمین‌های چراگاه نزد دهه کوهدامن یک سر چاروای کلان شاخدار را که به مرد 45 ساله ساکن ناحیه خراسان تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانده شده 9,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. همین طریق گمان بر شوندگان شب 14 ایول سال 2024 برای پنهانی از زمین‌های چراگاه نزد دهه کوهدامن 4 سر چاروای کلان شاخدار را که به زن 40 ساله ساکن ناحیه خراسان تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانده شده 27,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. آید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.